ای مسلمانی که هستی اهل دین، با تو هم در پای گفتارم نشین. ای مسلمانی که هستی اهل دین، با تو هم در پای گفتارم نشین. آنچه در دین است و در قرآن ما، آن بود شایسته ایمان ما. آنچه در دین است و در قرآن ما، آن بود شایسته ایمان ما مسلمانیم دور از بدعتیم، تابع فرمان حق در طاعتیم. ما مسلمانیم دور از بدعتیم، تابع فرمان حق در طاعتیم. دین ما راز بدعت دور کرد، با بصیرت چشمی ما پر نور کرد. دین ما راز بدعت دور کرد، با بصیرت چشمی ما پر نور کرد. تا بدانیم آنچه در آیین نیست، قدر آن در چشمی ما سنگین نیست. تا بدانیم آنچه در آیین نیست، قدر آن در چشمی ما سنگین نیست. نیست در سنت هر آنچه باطل است، گر نهی ارزش بدان به حاصل است. نیست در سنت هر آنچه باطل است، گر نهی ارزش بدان به حاصل است. ای مسلمانی که هستی اهل دین، با تو هم در پای گفتارم نشین. ای مسلمانی که هستی اهل دین، با تو هم در پای گفتارم نشین. آنچه در دین است و در قرآن ما، آن بود شایسته ایمان ما. آنچه در دین است و در قرآن ما، آن بود شایسته ایمان ما. این شب و یلدا یکی از آن بود، پیش و چشم اهل دین ارزان بود. این شب و یلدا یکی از آن بود، پیش و چشم اهل دین ارزان بود. نیست مقداری برایش نزد دین، پس برادر از چه خرسند بر این. نیست مقداری برایش نزد دین، پس برادر از چه خرسند بر این. در تمام دین از آن یک آیه نیست، یک حدیث ز آن بدعت بپایه نیست. در تمام دین از آن یک آیه نیست، یک حدیث ز آن بدعت بپایه نیست. اختصاص یک شب این گونه خطاست، این بدر از منطق آیین ماست. اختصاص یک شب این گونه خطاست، این بدر از منطق آیین ماست. ای مسلمانی که هستی اهل دین، با تو هم در پای گفتارم نشین. ای مسلمانی که هستی اهل دین، با تو هم در پای گفتارم نشین. آنچه در دین است و در قرآن ما، آن بود شایسته ایمان ما. آنچه در دین است و در قرآن ما، آن بود شایسته ایمان ما. چله یا یلدا به نزد مسلمین، ارزش هرگز ندارد در یقین. چله یا یلدا به نزد مسلمین، ارزش هرگز ندارد در یقین. بلکه در نزد زرتشتیان و قدیم، این چنین جشن بزرگ است و کریم. بلکه در نزد زرتشتیان و قدیم، این چنین جشن بزرگ است و کریم. پس مسلمان دور از این بدعت بمان، در جوار دین و در رحمت بمان. پس مسلمان دور از این بدعت بمان، در جوار دین و در رحمت بمان. هر شبت با خویش و با قوم و عیال، خوش نشین و باش در دید و وصال.
هر شبت با خویش و با قوم و عیال خوش نشین و باش در دید و وصال آنچه در دین نامده بدعت بود اهل بدعت دور از رحمت بود آنچه در دین نامده بدعت بود اهل بدعت دور از رحمت بود ای مسلمانی که هستی اهل دین با تو ام در پای گفتارم نشین ای مسلمانی که هستی اهل دین با تو ام در پای گفتارم نشین آنچه در دین است و در قرآن ما آن بود شایسته ایمان ما آنچه در دین است و در قرآن ما آن بود شایسته ایمان ما ترتیب و تنظیم و انات ابو سعید حنیف می باشد.